سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستای عزیزم. خسته نباشید. خب بچه‌ها، امروز میخوام یه ویدیو جدید از ولت همستر براتون توضیح بدم. قبل از هر چیزی کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. دمتون گرم. خب دوستان، ببینید همستر همونطور که میدونید تا چند روز دیگه لیست میشه و من میخوام امروز چیزی رو بهتون توضیح بدم توی ولت همستر که اگر تا الان انجام ندید حتما انجام بدید. خب دوستان، شما می‌بینید توی ولت تونکیپرتون، حالا با هر اکانتی که هستید رو همون اکانت 4 تا گزینه پایین روی گزینه بروزر میزنید، میاد توی این قسمت بچه‌ها. خب بالای تصویرتون یه دونه گزینه هست اکسپلوره، یه دونه گزینه هستش که نوشته کانکتد. ما این گزینه کانکتد رو میزنیم، میاد اینجا بچه‌ها. خب ببینید همونطور که الان میبینید همستر من توی کانکتدام وصل به ولتم، عکس توکنش هم هست. خب حتما این کار انجام بدید ببینید برای شما هست یا نه دوستان. خب اگر نبود این کاری که بهتون میگم انجام بدید بچه‌ها. برید توی بازی همستر. خب ما الان وارد بازی میشیم. خب بچه‌ها، اینجا وقتی که اگه دیدید اون طرف عکس توکن همستر براتون نیست توی کانکتداتون، میاد توی همستر این پایین توی گزینه‌های پایینش میاد توی گزینه ایردراپ، این قسمت براتون میاد. خب روی کانکت یور تون ولتتون میزنید، این بخش که اومد ضرب در کنارش رو میزنید که یک بار دیسکانکت شه. بعد از اینکه دیسکانکت شد این گزینه براتون میاد، یس رو بزنید. بعد اینطوری میشه بچه‌ها. دوباره خب دوباره روی کانکت یور تون ولتتون بزنید. بعد این بخش که براتون اومد کانکت یور ولت رو بزنید، روی ولت تونکیپرتون کلیک کنید. خب میاد توی این بخش بچه دوباره وصل میشه به کانت ولت تونکیپرتون. خب هر اکانتی که میخواید بذارید حالا من روی اکانت اصلی میخوام بذارم، همین رو انتخاب میکنم، دوباره کانکت ولت رو میزنم، پسوردم رو وارد میکنم. خب ببینید بچه‌ها، دوباره اینجا تایید میشه که شما وصل شدید به کانکت ولت تونکیپرتون. خب اینجا کلا تلگرامتون رو ببندید، دوباره برید توی ولت. ببینید عکس توکن همسترتون اینجا حتما میاد وقتی این کارو بکنید. خب حالا من یه بار میام دوباره رو اینجا، دوباره میرم بروزر، یه بار رو اکسپلور میزنم، دوباره یه بار رو کانکتد میزنم. ببینید ولت تونکیپرم وصل به همستر، عکس توکن همستر هست. دوستان اگر اینکه تا الان تا امروز چون داره لیست میشه حتما این کار انجام بدید. حتما برید توی ولتتون، بیاین توی این بخشی که بهتون گفتم توی کانکتد، ببینید عکس توکن همستر هست یا نه. اگر نیست حتما اون کاری که بهتون گفتم انجام بدید که اینجا کانکت بشه توکن همسترتون، که بچه‌ها یه وقت توکن سوزی نشه موقعی که لیست میشه. حتما این کار رو انجام بدید دوستان. خیلی مخلصم. خدا نگهدار.